سلام، دوباره با یه بحث دیگه در خدمتتونم در رابطه با جرمگیری و رسوبگیری دستگاه های قهوه ساز. ببین یه چیز حتما یادتون باشه، این دستگاه قهوه ساز اومده بود در ما، حالا ما کاراشو انجام دادیم و دوباره میخواد حالا برگرده بشه. ببین برای رسوبگیری خیلی کار آسون و ساده‌ایه. شما میرید یه دونه از این پودرا میگیرید که روش نوشته، توی حالا ایران ما ازش استفاده اکسیون، ببین روش مثلا پودر شستشوی دستگاه اسپرسو، خیلی ساده. این پودر رو میگیرید به مقداری که توش حالا توضیح داده، همه چیزش هم اینجا هست، اصلا لازم نیست من زیادا براتون بحث و طولانی کنم. از این استفاده میکنید و دستگاهتون قشنگ رسوبگیر میشه. یادتون باشه هر 2-3 ماه یه بار این کار رو باید انجام بدید قبل از اینکه چیپ بشه، بس فشار خیلی بیاد پایین. این یه مورد دیگه. ببین دوستان، در رابطه با این دستگاه ها که برمیگردن میگن آقا دستگاه ما خیلی خامه میگیره، خیلی فوم میگیره و خیلی چیزا. ببین الان دستگاه من رسوبگیری کردم، خب اینم که ظرف چیزاشه دیگه، چی میگن، ظرف آبش، مخزن آبش. خب ببین این شیر آب، بذار یه چیز من جالب بهتون نشون بدم. آقا این شیر آب، ببین من الان از همین شیر میخورم، یعنی آب کامله. ببین من الان از این میخوام یه چیز در مورد با این که میگن آقا این دستگاه خیلی فوم میگه، این از چیز آبی که داریم، آب شیر من براش پر میکنم. بعد میخوام یه سری گولها و دروغ که دارن توی تبلیغات میگن و نمیدونم چیزی نخورید. ببخشید همزمان با یه دست سختمه، مخزن رو جا بزنم. خب اینم دستگاهست، دیدی آب کامل ریختم من داخلش. اینم لیوان خالی. بذار خب نورم خوبه. الان من میزنم بدون پورتا فیلتر، نمیخوام با پورتا فیلتر هم باشه که چیز کنم. میگن دستگاه خامه فراوون میده و نه تبلیغاته. این چی بود توش؟ ببین آب من ریختم، دقت کن، آب خالی. اصلا ربطی به قهوه‌تون نداره، ربطی به چیز نداره. من الان دارم اینو میگیرم، نه کن فومو داری، به این فوم آبه. من اینو خالی میکنم، باز دوباره یه بار دیگه میبینید فوم از زیبارش هسته. 200 بارم من اینو خالی کنم پر کنم، خالی کنم پر کنم. یه آب پشتم داره میره پایین دیگه، مثلا آب کم داره میشه که نگه تقلبه، نگه نمیدونم چیزی نکن. داریم از اون مخزن استفاده میکنم. که دستگاه نونه‌ای میاد، خودم نمیدونم، برای یه مشتری بوده آورده بود. فومو میبینید، فوم چه آب فوم داره. این فوم آب 200 تا دیگه هم من بگیرم برات همینه. فقط حواست به یه چیز باشه آقا، گول تبلیغات الکی رو نخور. یه دونه پودر شستشو، یا اگر میخوای خیلی بهتر و وسواسی تری یه دونه از اینا بگیر. رافونه این دوتا برند خوبیه. این مخصوص چایساز و قهوه رسوب که توی سماوره، یه نمه از این قوی تره. این اگر هر 2 ماه میتونی سرفرصت بزنی از این استفاده کن. نه دیدی دیگه خیلی وضعیت جرم خراب، خیلی وحشتناک شده، یه دونه از این بگیر. این برای موقعی که دیگه خیلی وحشتناکه، از این میگیری میریزی، بعد برای خونت هم استفاده میکنی. یا نه که بگم چیزا، این برای خونت هم ازش استفاده میکنی و خیلی کارایی داره، رسوبات کلا پاک میکنه. بعد که از این زدی تمیز کردی، هر 1-2 ماه از این استفاده کن، خیلی ساده تمیز دستگاهت هم مرتب میشه. همینجور حتی آب رو هم فومدار میکنه. فقط واسه یه چیزی، اون فنرت هم زیاد دستکاری نکن. فنر وقتی میذاری سر جاش، فنر پورتا فیلتر تو وقتی میذاری سر جاش، باید از خود اون قسمت رزوه شدهش نیم سانت پایین تر باشه. همین، زیاد هم دیگه دستکاری نکن. قشنگ شستشو بده، آب زیاد بگیر. حتما تو موارد شستشو آب زیاد استفاده کنید.
و سلام. حرف دیگه هم نیست، خیلی ساده و راحت. روز خوبی داشته باشید. قهوه باحال بزنید تو لحظه شیرین و خوب. همون قهوه میخورید ما هم یاد بکنید. خداحافظ.